مریام ورستر زنی بود که زندگی خیلی عادی داشت و در سن 29 سالگی ازدواج کرد و 4 تا بچه به دنیا آورد. طی بیماری و یه جهش ژنتیکی صورت مری از حالت عادی خارج شد. یکی از شایع‌ترین علائمی که در این جهش ژنتیکی و بیماریش وجود داشت رشد بیش از اندازه صورتش بود. بعد از فوت همسرش مجبور شد خانواده‌اش رو خودش تامین کنه، اما به خاطر چهرهش شغلای خوبی بهش پیشنهاد نمیشد و هر روز مری با چالش جدیدی روبرو بود و همینطور به خاطر صورتش مردم مسخره‌اش می‌کردن. تا اینکه یک روز متوجه میشه یه مسابقه‌ای داره برگزار میشه به اسم زشت‌ترین زن جهان و جایزه این مسابقه خیلی جایزه بزرگی بود و تصمیم میگیره توی این مسابقه شرکت کنه. تو سال 1920 به آمریکا دعوت شد و توی یه سیرک شروع کرد به کار کردن و تو سیرک تماشاچی‌ها بهش توهین می‌کردن، اذیتش می‌کردن و مسخره‌اش می‌کردن. اون دوره مردم لقب زشت‌ترین زن جهان رو بهش دادن، اما الان لقب زیباترین مادر دنیا رو داره، چون به خاطر بچه‌هاش از خودگذشتگی زیادی کرده بود.